چطور یه برنامه‌نویس خفن‌تر بشیم توی ویدیو کوتاه. یکی از فیچر خوب کاتلین کامپنین آبجکت هاشن. اما بیاید ببینیم چرا وجود اومدن و چطوری کار میکنن. برای این بیاید گذری بزنیم به جاوا. بعضی وقتا هست که ما یک کلاس داریم مثل این مین ریپوزیتوری اینجا و میخوایم یک مقداری داشته باشیم که برای تمام اینستنس های این کلاس یک مقدار باشه. در واقع اون مقدار استاتیک باشه. روش کارش توی جاوا اینه که ما میتونیم یک مقدار استاتیک تعریف کنیم، مثلا اینجا ورژن و مساوی مقداری که میخوایم بذاریم. مثلا من گذاشتم 2. نکته اینها اینه که موقعی که میخواید ازش استفاده کنی، کافیه اسم کلاستون رو بنویسید و بدون نیاز به اینستانشیت کردن از اون کلاس از اون ورژنی که داشتیم استفاده کنیم. در واقع این مقدار برای کل این کلاسه. کامپنین آبجکت های کاتلین دقیقاً مثل همینن، فقط شکل و شمایلی متفاوت دارن و نحوه کارشون هم یه ذره متفاوته. من اینجا یک یوزر ریپوزیتوری توی کاتلین ساختم و براش یک کامپنین آبجکت ساختم. توی این کامپنین آبجکت یک ول ورژن گذاشتم مساوی 1. الان چیزی که اینجا داریم نحوه استفادهش عین چیزیه که تو جاوا داشتیم. اما بیاید ببینیم این تبدیل به چه بایت کدی میشه. برای این کار کافیه برید توی تولز، قسمت کاتلین و شو کاتلین بایت کد، از قسمتی که باز میشه دکمه دیکامپایل رو بزنید و بعد فایل دیکامپایل شده به جاوا رو براتون نشون میده. همونطور که میبینید اینجا یک یوزر ریپوزیتوری داریم و داخلش یک کلاس استاتیک کامپنین ایجاد شده. ورژنی که من اونجا ساخته بودم تبدیل شده به یک فانکشن به اسم get version که مقدار این از یوزر ریپوزیتوری دات ورژن میاد و این ورژنی که اینجا تعریف شده دقیقاً مثل همون چیزی که تو جاوا داشتیم. اما اونجا یه پاسکاری هم داریم. در واقع اینجا داریم یک فانکشن اضافه رو کال میکنیم. اگر برگردیم به فایل کاتلین میبینید که زیر این خودش خط کشیده و گفته از اونجایی که مقدار پریمیتیو هست میتونی از مقدار کانست استفاده کنی. حالا اگر بایت کدش رو مجددا ببینیم میبینید که چیزی داخل خود کامپنین نیست و فقط از همون ورژن استفاده شده. اگر به این سری علاقه‌مندین میتونید سابسکرایب کنید.